سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان گرامی. شاهین شریفی هستم، گوینده کانال سفور استوری. امروز هم با یک داستان ارسالی از سمت شما در خدمتتون هستم. داستانی که روایت کننده زندگی دختریه که حاضر شده با یک شخص دعانویس ازدواج کنه. این مسیر شاید انتخابش با خودش باشه، ولی عواقب و مشکلاتش خارج از حیطه کنترل اونه و فقط میتونه در برابر مشکلاتش تحمل داشته باشه. این مسیر و این عالم بسیار پیچیده تر از چیزیه که ما فکرشو میکنیم و هر لحظه برای ما یک سورپرایز داره. خوشحال میشم قبل از شنیدن داستان کانال من رو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون هم در انتهای ویدیو با من به اشتراک بذارید. بریم و این داستان رو با هم دیگه بشنویم. درود بر شما دوستان عزیز. امیدوارم که اوقات خوبی رو کنار خانوادتون بگذرونید. این داستان که براتون تعریف میکنم در مورد خودم و نامزدم هست که بیشتر متوجه زندگیمون میشید. من چند سال پیش بود که درگیر اجنه شدم. دلیلش هم این بود که من با یکی دوست بودم و اون دوستی و ارتباط حرام من درگیر این موضوعات کرده بود. در واقع من مستعد درگیر شدن بودم و درگیر هم شدم و این درگیری باعث یک تغییر بزرگی شد توی زندگی. شما دوستان و همراهان گرامی هم میتونین داستانها و خاطرات ماورایی و ترسناک خودتون رو به این آیدی تلگرامی ارسال کنید. اون زمان خیلی دنبال دعانویس میگشتم و تمام اون کارا هم انگار که ناخودآگاه انجام میدادم. به صورت قلبی یه چیزی جذبم میکرد طرف دعا و دعانویسی که طی این مسیر با تعداد افراد زیادی که سعی میکردن خودشون رو دعانویس جلوه بدن صحبت کردم، اما یه حسی خاصی داشتم که نمیذاش به کسی ازشون اعتماد کنم و قبولشون کنم. همش بهشون میخندیدم و مسخرهشون میکردم و گارد میگرفتم و ردشون میکردم، تا اینکه طی یک سری اتفاقاتی شماره یک پسر رو گیر آوردم که شنیده بودم توی کار دعانویسی خوبه. پیام دادم بهش و حسم نسبت بهش خوب بود و هیچ حس منفی نداشتم. انگار هر چیزی که اون موقع پیشم بود قبولش داشت. بهش گفتم که کمک میخوام. اونم بهم گفت سنت کمه و دختری، نمیتونم کمکت کنم و جنگیری انجام بدم. خدایی نکرده اگه چیزیت بشه یا بلایی سرت بیاد من نمیتونم جواب خانوادتو بدم. من خیلی اصرار کرده بودم که گفت باشه با استادم صحبت میکنم و بهت خبر میدم. بعد از اون شب چند شب بعد گذشت و یهویی که اومد کنار گوشم میخندید. بهم میگفت خبر خوبی توی راهه. اون زمان درک نمیکردم که این چیه و این صدا از کجاست. به هیچی نمیفهمیدم و تمام اون حس فقط توی یک لحظه بود انگار که یکهویی همون لحظه گوشیم زنگ خورد و پسری که اسمش محمد بود بهم زنگ زد و گفت که به استادم گفتم، اونم بررسی کرده و قبول کرده که بیاد و کارت رو انجام بده. خلاصه من با استاد ایشون که الان براش اسم مستعار میذارم به اسم افشین آشنا شدم. رفتم خونه‌شون و وقتی که رفتم تعجب کردم، چون یک پسری بود که فقط انگار چند سال ازم بزرگتر بود و مادرش هم توی خونه کنارش نشسته بود و به همراه دوستش محمد. کف دستم رو گرفت و نگاه کرد. گفت تو توی مهره‌های کمرت مشکل و آسیبی وجود داره. توی بدنت جن وجود داره و اون جن هم جز اجنه شیطانیه. علاوه بر اون 9 تا جن دیگه هم دور و برت میاد و میره. بهم گفت خیلی لاغری و مشکلات زیادی جسمی هم داری که تمام این مشکلاتت به خاطر اوناست. حالت هم خوب نیست و گفت از موهات هم گره های زیادی به وجود میاد و همین موضوع تو رو آسی کرده. من شوکه شده بودم چون تمام حرفاش واقعا درست بود. من کمرم آسیب دیده بود و مهره کمرم جابجا شده بود، اما هیچ کسی از این موضوع اطلاعی نداشت. نمیدونستم که این کف دستم و دید و بهم گفت که لاغرم و کمخونم و عصبانیم و مشکلات جسمی زیادی دارم.
ولی تمام چیزایی که میگفت همش واقعیت بود و همین باعث شد که بتونم بهش اعتماد کنم. خلاصه شروع کردیم و مراسم جنگیری رو هم استارتش رو زدیم. من چون خیلی بدنم ضعیف شده بود و به هم تسلط داشتن، به هم چند تا قسم داد که بخونم و با باطل سر هموم کنم و با عزیمت‌های دفع اجنه از جسم غسل کنم و آبش رو با آب دیگه قاطی کنم و بخورم. روزهای اول خیلی اذیت می شدم و بدنم برای ساعتها سرد می شد و بی حرکت می موند. و همش توی خونه یک سایه می دیدم که پاهاش شبیه سم اسب و چشاشم شبیه چشم انسان نبود و انگار شبیه چشم پرنده است. می دیدم اون شبح سیاه شکل خاصی نداشت، ولی هر موقع که می اومد به هم فحاشی می کرد و توصیه می کرد که این کارها رو انجام ندم. منم هر موقع که این موجود رو می دیدم اون قسم و آیه هایی که افشین به هم داده بود و می خوندم، اونم با گریه و فریادهای زیادی از توی خونه غیب می شد و می رفت. یا وقتی با آقا افشین زنگ می زدم می دیدم که این موجود به صورت ترسیده گوشه اتاقم نشسته و داره به من نگاه می کنه. اکثر اوقات هم خیلی بهم فشار می آورد و توی خواب می دیدم که یکی همش می خواد بهم تجاوز کنه. اما چون انقدر این آیه ها و ذکر ها رو خونده بودم، توی ناخودآگاه هم نشسته بود و توی خواب تمام اونها رو مرور می کردم و از خواب بیدار می شدم و بدنم رو آزاد می کردم. ولی تمام این مدت درد جسمی زیادی داشتم و بعد مدتی هم بالاخره تونستم از شر اون جن راحت بشم. خلاصه این حالت ها چند ماه طول کشید تا روزی که برای همیشه رفتن و من درمان شدم. اما از اینجا به بعد در مورد زندگی خودم و افشین میخوام براتون تعریف کنم. افشین توی سن کم قدرت کارش رو به دست آورده بود. اون هم به صورت ارثی از پدر بزرگش بهش رسیده. بعد پدرش کمی از کار رو گرفته بود و خودش هم بیشتر از پدرش علاقه‌مند شده بود و موکلاش هم اومده بودن سمتش. از سن خیلی کم براش کتاب دعانویسی گرفته بودن و میگفتن که فلان روز برو از فلانجا بگرد و فلان کتاب رو پیدا کن و بخر. ما هم سعی میکنیم توی پیدا کردنش کمکت کنیم. اولین باری که کتابو خریده و میاره توی خونه و با موکلاش عهد میبنده که کنار هم بمونن، مادرش توی خواب یک مار سبز رنگو میبینه که روی سقف خونه راه میره و بهش میگه نگران نباش، ما مراقب پسرت هستیم. اون موقع که مادرش از خواب بیدار میشه ترسیده بوده و سمت افشین میره، ولی وقتی وارد اتاقش میشه کتابها رو میبینه و متوجه این موضوع میشه و به خاطر همون خوابش هم دیگه مخالفت نکرد و کم کم افشین زیر نظر استادهای مختلفی آموزش میدیده و شروع به کار میکنه. چند ماه بعد اینکه آشنایی من و افشین گذشت، از اونجا که خیلی سن ما نزدیک به هم بود، ما روز به روز با همدیگه صمیمیتر شدیم و تا اینکه نسبت به هم احساس قلبی عشق و عاشقی پیدا کردیم. افشین منو به خانواده‌اش معرفی کرد، ولی با یه عالمه مخالفت از طرف مادرش مواجه شد. ما هم سعی کردیم رابطه خودمون رو پنهونی با همدیگه ادامه بدیم تا اینکه یک مشکل خاص بزرگی برای افشین پیش میاد و اون همکاری از دستش بر نمی اومده. ولی من خودم رو با آب آتیش زدم و سعی کردم که مشکلش رو حل کنم و توی این مسیر موفق هم شدم. و همین موضوع باعث شد که مادرش نسبت به اون مخالفتش کوتاه بیاد و رضایت بده به ازدواج ما دوتا. خلاصه ازدواج ما 2 الی 3 سال طول کشید. اوایل کار افشین خیلی خوب بود، اما طی این مدت و درگیری ذهنی که براش پیش میاد خیلی استرس میگرفته و خیلی آدم خوب و پاکی هم بوده. مخالفات مادرش باعث شده بود توان کار کردنش رو از دست بده و فکر میکنه که ممکنه ادامه کارش باعث جدایی من و افشین بشه. و همین مسائل باعث شده بود که دیگه مثل قبل دل به کارش نده و فقط اگه روزی 10 نفر به سراغش می اومدن در خونه و ازش کمک میخواستن، شاید 1 نفر یا 2 نفرشون رو قبول میکرد و سعی میکرد که کارشون رو راه بندازه. تا اینکه چند تا کار سنگین رو قبول کرد برای جنگیری و طی یکی از این مراسم که من هم توی خونه حضور داشتم آسیب زیادی میبینم که عکسش رو براتون میفرستم. طی اون حمله‌ای که از طرف اجنه به من شد
دستم یک لحظه تماما کبود شد و روی دستم هم ردهای چنگی افتاد. بعد از اون اتفاق افشین ترسید و از جنگیری دست کشید و کتاب‌های دعاش رو از خونه برد. وقتی که ازش علت کارش رو جویا شدم گفت که میترسم اجنه به تو آسیب بزنن و چون تو تنها نقطه ضعف منی اونا میتونن به من تسلط پیدا کنن. چند بار دیگه هم که امتحان میکرد و با افراد دیگه وارد کاری میشد همین اتفاقات تکرار میشد. مثلا یک بار اون که برای یک جن زده داشت دعا مینوشت، به محض اینکه کارش تموم شد تا برگشت پیش من حالت عصبی شدیدی بهم دست داد و دعوای زیادی را انداختم و تمام وسایل خونه رو شکوندم. راستش به هیچ عنوان یادم نمیاد که علت اون کار من چی بود، ولی به گفته افشین تسلط اونا روی من باعث شده بود که باعث بشه افشین دست از کارش بکشه و دیگه سمت جنگیری و دفع اجنه نره. یا یک بار هم که توی خونه افشین داشت برای یک نفر دعای رفع جن مینوشت، من توی خواب دیدم که یک مار با چهره انسان به سمت من حمله میکنه و من هم سعی میکنم از خودم دورش کنم، اما دوباره خوابم تکرار میشد و توی خواب میدیدم که من و افشین نشستیم و با هم دعوامون میشه. اون به هم توهین میکنه و بدترین حرفا رو میزنه و طی همین دعوا هم یک مار بزرگ که چهره شبیه چهره افشین بود میاد و دست منو نیش میزنه و من از خواب بیدار میشم. بعد از اینکه از خواب میپرم تمام بدنم خوش شده بود و انگار یک نفر تمام تنمو با مشت لگد کوبیده بود و نمیتونستم کوچکترین تکونه بخورم. که با دعا و ذکرهایی که افشین بهم یاد داده بود سعی کردم که خودم را از این وضعیت نجات بدم که موفق هم شدم. چند روز بعد وقتی افشین وارد خونه شد بدون دلیل دعوا و بحث زیاد بینم پیش اومد، به صورتی که افشین بعد این همه سال که همیشه احترام منو داشت بدترین توهین و فحشا رو به من داد و منم که از خود بیخود شده بودم با مشت با آینه زدم و شیشه شکسته اون رو روی دستم کشیدم که به فکر خودم بخوام رگ خودم رو بزنم و خودکشی کنم. که در همون حی که خون داشت از دستم میزد بیرون متوجه شدم که دقیقاً همون جایی رو زدم که توی خوابم مار دستم رو نیش زده بود. بعد از اون اتفاقی که برام افتاد افشین با آمبولانس تماس گرفت و منو به بیمارستان نزدیک خونه بردن. بعد از اینکه معاینه کردن و دستم رو بخیه زدن و به خونه برگشتیم من تمام ماجرای خوابی رو که دیده بودم برای افشین بازگو کردم و همین مسئله باعث شد افشین نسبت به تصمیمش برای کنار گذاشتن جنگیری و دعانویسی بیشتر از قبل مصمم بشه. طی این مدت که افشین سعی کرده بود کارش رو کنار بذاره فشار زیادی بهش می اومد و عملاً دیگه نمیخوابید. واقعا نمیدونم چرا ولی همیشه توی خونه راه میرفت و میگفت این موجودات دارن منو اذیت میکنن و میخوام به من آسیب بزنن. تا اینکه یک روز توی اتاق شروع به داد و فریاد میکنه و از حال میره. بعد از اینکه اورژانس میاد و اونو به بیمارستان میبره و آزمایشات رو انجام میدن متوجه میشن که افشین توی اون سن مشکل قلبی شدیدی پیدا کرده و باید از این به بعد آرومتر باشه و سعی کنه که به خودش فشار نیاره تا دوباره حمله قلبی بهش دست نده. طی این مدت افشین موضوعات رو هی فراموش میکرد و هر چی که قسمش میدادم و سعی میکردم که با جزئیات اون موضوع رو یادش بیارم بهت زده بهم نگاه میکرد و میگفت من هیچ چیز یادم نمیاد. یا طی روز با زور و خواهش و دارو سعی میکردم که حداقل به مدت 10 تا 20 دقیقه بخوابونمش که بیشتر از این فکرش آسیب نبینه و فشار به قلبش نیاد. یا توی خونه بلند میشد و راه میرفت و هی عصبانی میشد، سعی میکرد به خودش آسیب بزنه، سعی میکرد با چیزی توی دندوناش بزنه یا دندونای خودش رو خورد کنه و یک بارم با مشت توی دیوار کوبید و همین باعث شد که دستش بشکنه. من که نمیتونستم این رفتارش رو حذف کنم حد زدم پیش خودم که شاید افشین معتاد شده و توی خونه گشتم که ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه، ولی خوشبختانه چیزی پیدا نکردم. برای همین زنگ زدم به یکی از دوستاش که توی کار جنگیری و دعانویسی بود و اون رو هم قبول داشتم و از نزدیکای افشین بود. ازش خواستم که کمکمون کنه، ولی متاسفانه سر مسئله بسیار جزئی با هم بحثمون شد و اون هم با ما دشمن شد. تقریبا این وضع و اوضاع افشین 1 سال طول کشید.
طی مدت من تو خونه براش قرآن میخوندم و مادرش هم پیشم دکترای مختلف میبردش تا معاینش کنن و سعی کنن که اوضاع قلبش بهتر بشه. ولی تمام این مدت فشار عصبی بهش وارد میشد و توی خونه داد میزد و حمله قلبی بهش دست میداد. من که دیگه نسبت به این موضوع عاجز شده بودم، سعی کردم با کمک مادرش استادش رو پیدا کنم و از اون کمک بخوام. خوشبختانه بعد از 1 هفته الی 10 روز گشتم تونستیم اون رو پیدا کنم و استادش به خونمون اومد و دعاها و ذکرهای مختلفی رو برای افشین تجویز کرد. بهم گفت این مدت به خاطر اینکه فشار زیادی بهش اومده و انرژیش کاهش پیدا کرده، موکلاش و اجنه مختلف دارن بهش فشار میارن و سعی میکنن که اون رو بکشن. با همین دعا و ذکرایی که بهش یاد میدم حصار قوی دورش کشیده میشه و از شر اونا در امان میمونه و امیدوارم که حالش بهتر بشه. خلاصه با کمک استادش نزدیک به 1 سال طول کشید و بعد 3 ماه افشین از خونه زد بیرون. من هیچ خبری ازش نداشتم و به شدت نگرانش شده بودم. همه جا رو گشتم که هیچ ارتباطی باهاش نتونستم بگیرم و یک روز که عاجز و درمونده به خونه برگشتم دیدم که افشین برگشته. حالش نسبت به قبل خیلی بهتر شده بود و بهم گفت مجبور شدم برای اینکه بتونم حصار رو قوی تر کنم به یک چله نشینی برم. ولی خوشبختانه چله نشینیم زودتر جواب داد و باعث شد که زودتر برگردم پیشت. و ازت عذر میخوام که نگرانت کردم، چون مجبور بودم بدون خبر برم، چون اگه تو میدونستی احتمال داشت که بیای بالا سرم و چله نشینیم خراب بشه. دیگه کم کم هر چند روز میرفت و غیبش میزد و هر وقتم که برمیگشت خوشبختانه حالش بهتر از قبل میشد. من بهش هیچ شکی نداشتم و این رو میتونستم از انرژی که بین ما دوتا برقراره متوجه بشم. الانم خدا رو شکر بعد 1 سال حالش به شدت خوبه و دیگه مثل قبل حمله های عصبی و قلبی بهش دست نمیده و سعی میکنه حالا که حالش بهتر شده به افراد مختلف هم کمک کنه و مشکلات اونا رو هم حل کنه که خدا رو شکر تو این زمین هم تا الان بسیار موفق بوده. هر چی که میگذره حال افشین بهتر میشه و زندگیمون بهتره. ولی متاسفانه دیگه افشین هیچ موقع نشد اون پسری که من چند سال پیش میشناختمش. نه اون شادابی رو دیگه داره و نه اون انرژی قبلو. از شما دوستان خواهش میکنم که برای زندگی ما هم دعا کنید. گرچه این تصمیم خودم بود این سبک زندگی و به هیچ عنوان ناراضی نیستم و همیشه سعی میکنم که تمام انرژیمو برای افشین بذارم تا حالش بهتر از قبل بشه و با قدرت به کارش ادامه بده. افشین انقدر قدرت زیادی داشت که فقط با شنیدن اسم خود طرف بدون نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای تمام گذشته و رفتار و اخلاقش رو میگفت. ولی این روزا ضعیف شده و نیازه که قدرت قبلش رو به دست بیاره. ممنونم که به داستان زندگی من هم گوش دادی. خدا نگهدار.